تا حالا شده تا یک قدمی موفقیت بری، همه تلاشت رو بکنی، از خیلی چیزا بزنی، اما یهو یک دیوار نامرئی جلوتو بگیره. درست وقتی داری طعم شیرین پیروزی رو میچشی، یک سری اتفاقات عجیب و غریب از ناکجاوات سبز میشن و همه چی رو خراب میکنن. یک قرارداد که تا پای امضا میره ولی کنسل میشه، پولایی که انگار طلسم شدن و هر کاری میکنی به دستت نمیرسن. اگر این حس برات آشناست، پس دقیقاً اومدی جای درست. توی این ویدیو میخوام پرده از یک راز بزرگ بردارم، یک قفل نامرئی که نمیذاره برکت و رزق و روزی وارد زندگیت بشه. تا آخر این ویدیو با من بمون، چون میخوام کلید این قفل رو بهت نشون بدم، رازی که خیلی از موفقیت ها رو خفه میکنه. باور کنی یا نه، خیلی از ماها تا وقتی که این قفل رو باز نکنیم، هر چقدر دست و پا بزنیم ممکنه به خط پایان برسیم، اما اون اتفاق جادویی که باید بیفته نمیفته. دلیلش چیزاییه که با چشم سر نمیشه دید. شاید باورتون نشه، ولی 80-90% از اتفاقاتی که نتایج زندگی ما رو رقم میزنن اصلا تو دنیای فیزیکی اتفاق نمیافتن. همش مربوط به موضوعات ذهنی و متافیزیکیه، چیزایی که نمیبینیم، لمس نمیکنیم، ولی درست همین الان دارن کار خودشون رو میکنن. یادتون میاد توی مسابقات ورزشی مثلا کشتی یا یهو میبینیم یه ورزشکار که حسابی کم آورده و همه فکر میکنن دیگه تمومه، یهو ورق برمیگرده. چی باعث میشه که یک نفر که از لحاظ بدنی تحت فشار بوده یهو یک نیروی عجیب بگیره و بازی رو ببره، طوری که همه تماشاگرها دهنشون باز بمونه؟ شاید یک لحظه تصویر خانواده‌اش، مادرش، بچه‌ش جلوی چشماش میاد و یک انرژی باور نکردنی میگیره. خب حالا هرچی دانشمند و دکتر جمع بشن و آزمایش کنن، نمیتونن بگن این انرژی از کجا اومده، چون همش توی ذهنه. موفقیت و ثروت همش بازی ذهنه. اگر این بازی رو یاد بگیری، قلقش رو بلد باشی، میتونی به هر چی که میخوای برسی. برای همینه که یه سری آدما وقتی میفتن تو سرازیری موفقیت، هر روز نتایجشون بهتر و بهتر میشه، اما اونایی که این بازی رو بلد نیستن هر دفعه یه کوچولو پیشرفت میکنن و دوباره برمیگردن سر جای اولشون، یا مدام از این شاخه به اون شاخه میپرن، چون راز بازی پول و ذهن رو نفهمیدن. دلیل این که خیلی از تلاش‌های ما به اون نتایج نهایی نمیرسه یه چیز خیلی ساده است. یک قسمتی توی وجود ما عمیقاً از موفق شدن میترسه. یک نیروی درونی نمیخواد اون خواسته اتفاق بیفته. وقتی میگم عمیق، منظورم یک حس سطحی نیست، اصلاً یه چیز نامحسوسه. همه آدما دوست دارن موفق بشن یا پولدار، اما چرا نمیشن؟ چون یک بخش ناخودآگاه توی وجودشون هست که اگر این اتفاق بیفته احساس خطر میکنه. مثلا فرض کنید یک نفر به شدت به خانواده‌اش یا دوستاش وابسته است. اگر اون دوستا آدمای فقیر یا بیرویایی باشن، این آدم ناخودآگاه نمیتونه به موفقیت‌های بزرگ برسه، چون ذهنش میدونه که اگر اون آدم موفق بشه ممکنه دوستاشو از دست بده. ناخودآگاه فکر میکنه اگر دوستاش بفهمن اون پولدار یا موفق شده، اون دیگه ازش فاصله میگیرن و میگن اون دیگه مثل ما نیست و همون قسمت وابسته توی وجودش ازش در مقابل موفق شدن محافظت میکنه و نمیذاره به خواستش برسه. یعنی موفقیت رو یه تهدید میبینه. پس اونایی که دارن سخت تلاش میکنن
و جون میکردن برای موفق شدن، در واقع دارن با خودشون میجنگن، با یه قسمتی از وجودشون که ازش خبر ندارن، نمیدونن کجای درونشونه که از رسیدن به اون رویای شیرین میترسه و ناخودآگاه فکر میکنه موفقیت مساوی با طرد شدنه و نتیجهش میشه در جا زدن. اگه این حرفا براتون آشنا بود حتما توی کامنت ها برام بنویسید و منتظر ویدیوی بعدی من باشید، چون میخوام بیشتر در مورد این قفل‌های ذهنی و راه‌های باز کردنشون براتون صحبت کنم. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید.